سلام دوستان، انشالله جور صحتمند باشین. آمدین در چینل QLH Traveler. دوستان ما یک چکنه معرفی کنم پیش از که بیشتر معلومات بدم درباره از چینل. تشکر از این که سابسکرایب کردین چینل ما رو. و دوستان ما که از سیدنی هستم و نام جناب است عبدل. دیگه دوستان ما شما رو خوش آمدید میگم در این چینل و شما رو خیلی جای خوب نشان میدم برایشون. مثل فکر کوی امروزه وری جاهای دیدنی که مثال موری بالاخره شما هر قدر که ویدیو رو لایک کردین، سابسکرایب کردین، شیر کردین و هر قدر که اینترست شما در این چینل نشان دادین، ما شما را بهترتر جای خوبتر، پارک های خوب از تمام سراسر استرالیا کوشش منم برایش نشان بدم و علل خصوص از شهر سیدنی استرالیا ما زیادتر ویدیو برایش جور منم دوستا. بهترین ویدیوها رو جور منم که شما لذت ببرین دوستا از این چینل. خب دوستا، اونایی که نه و خوش آمدین در این چینل و اونایی که تازه شما اولین بار شما این ویدیو رو سایل منین، زنگوله رو دیگه درنگش برکن که از ویدیوهای بعدی میس نکنین. خب دوستا بریم دیگه، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. شارپ straight to the point. خب دوستان عزیز، ساعت هست 9:20 دقیقه پیش از ظهر. تقریبا 2 ساعت راه از اینجا تازه منره. جانم هستین. انشالله اونجا که رسیدیم از باغ انار و چیزا فهمیدیم برایشم ویدیو میگیرم و نشان میدم که چطور است ارزشی قصراره که موریم داره نداره. شما یک شرطی که باید این ویدیو رو تا آخر سیل کنین و ویدیو رو لایک کن، شیر کن همراه فامیلای خوب، اونایی که مثال میخوای بوره دی فارم و بالاخره یک روز خوشی تیر کنه همراه فامیل. دوستان عزیز، موکسته ناگفته نمانه، بعضی از فامیلا رفیقا همراه از مو امروز است دایی چکر امروز از مو دیگه. هرچی فامیل و رفیق و دوست زیادتر باشه خوش میگذره. خدایا عاشقم عاشق ترم کن، آشنای مر از لیلی و مجنون بیترم کن. ایکنه چکم کن. او خدایا عاشقم عاشق ترم کن، آشنای مر از لیلی و مجنون بیترم کن. و این نام خدا او مر از لیلی و مجنون ورقه گلشا، آشنای بقای عاشقان خاکی سرم کن. همین موبایل او بقای عاشقان خاکی سرم کن، آشنای بقای عاشقان خاکی سرم کن. و این نام خدا خوب همیت کشاله در ناز بگی. او قسم بر قامت لیل و نهارت، آشنای به ابروی کجیتون بلدارت. خب عزیزای دل، قسمی که میگرنین رسیدیم در منطقه مونی جایی که اینجا یک رستوریه. شاید خیلی شما دوستان آشنا باشین در اینجا. بسیار یک جای خوبیه اگر کسایی که سمت نیوکاسل موره یا سمت بریزبین موره، سیدنی که برمشی اولین استاپ شاید می باشه که یک ساحل قشنگ پول داره اینجا دیگه. مجموعه اینجا گریزه کافی شابه دیگه، تویلت و چیزا هسته. بالاخره بهترین جای برای بریک دیگه. جانم هستین و لذت ببرین از این ویدیو. خدا کنه خسته نشده باشین عزیزای دل. و من اینجا دور بر برایشون یک کمی نشان میدم از این رستوریا را. اگر خوشم آمد میتونین اینجا باین باز یک بریک بگیرین، صبحانه خورین. کسایی که مثال فکر کو سمت نیوکاسل موره و سمت بریزبین موره، بالاخره طرف شمال استرالیا، بالاخره این اولین استاپه که از بین شهر سیدنی مثال بر میشین شما. تقریبا شاید دروغگوی نشنم یک 20-25 کیلومتر بیرون از شهر سیدنی که اولین استاپه. باز دوستای این جای خیلی قشنگ جایه. کسایی که قایق داره، قایق روانی منه و بیشتر از این جای خوبی داره برای ششتن، برای چای و برای ما رو فالو کنین باین که ما برایشون دور اطراف نشان بدیم. خود از این منطقه یک منظره بیوتیفول
بهترین جایه. خب بعضی ها اینجا ما مثال ماهی گیری مونه، ایس هم کس اینجا ماهیم داره. این نام خدا او گود مخرمین علی و دایتو دختر و دایتو شکایت بده الله صدقیت شما یک مخرمین علی آدم زور میده این تو خداوندا دلم غم داره. اونایی که مثال ماهی گیره میتونه در اینجا باید یعنی رقم ماهی ها میتونه اینجا بگیره. ما یک دو بار زی ماهی گرفتم که استرالیان بونیتو گرفتم. ما کینگ فیش گرفتم، کینگو کجایه، یلو تیل هم گرفتم، فیش سلمون زیاد گرفتم. دیگه بهترین ماهی ها رو داره استرالیا تیبل برای ماهی جور کده و ماهی که از اینجا گرفتین از دریا اینجا بیرین ستره تمیز کن بینی سطح تمیز کن. How are you, mate? Did you catch any fish? Just started? Good luck. کستت هنوز نگرفتت باش بخزی دیگه رفیقش بارم که این گرفته یا نه. How are you, mate? Did you catch any fish? Not yet. How's the forecast? Any day, yeah? So what do you use? Lure, plastic? فراغ پلاستیکی استفاده نمیکنم که زی شمس شسته که بگیره نگره. زی رفیق پرسان کدوم یکی است اینجا موترم برای کوشش منه بریمز پیش بگیره اگر دگیرش باید و فکر کنم یک از زیادتر برای مثال وقت و مثال موتر پاس منه و احتمال زیاد کسته اینجا برای فعلا مایش کم شاید باشه و wishing him the best man. Best of luck bro. Thank you, mate. All the best. خب دیگه بریم بهش دیگه یازی چی میشه. از این قسمت ویدیو خوش آمده باشه که دی جای که ما اینجا پارک کردی و برایشون ویدیو گرفتی و این منطقه نشان دادی. خب حال دیگه نیکست استاپ از مو کسته و خیره فارمی آنها را دیگه. لیتس گو. وای نام خدا کنه زندگ دیماله گرایی که شعرم کنه دو چشمانت خیلی کاری وای نام خدا این دو چشمانت خیلی کاری. دوستا رسیدیم در خود فارم پمیگرانت دیگه. حالی منتظر بقیه از دوستایم که اونام باید باز بخیره شروع کنیم در جمع کدونی آنار دیگه بخیره. خدا کنه آنار خوب باشه. لیتس گو. قسمی که میگیرین واقعا آنارش خیلی خوب آناره دیگه، بسیار عالی. خدا کنه مزدار باشه. سایزش بد نیه ولی اگه بد باشه تقریبا اینا سعی کمی دیگه تقریبا قابو 1 کیلو میه. خب قبل از اینکه ما بری در بین درختو و جمع کدونی آنار شروع کنیم دوستان ما باید به اول حد در خود آفیش همراه از اینا گپ دهی که ما چند نفری و چقدر آنار ما میخوای جمع کنی و قیمت و چیزایش باید پرسان کنی همراه نفر. از قرار کی تر معلومه واقعا آنارش بهترین آنار دیگه. سعی کن جانم هستین باش ببینیم که داخل چطوره بیرونش خوب خیلی خوبه. مگه یک مسئله است مگه رنگ تا ما گوره خون تا گوره باش یک ده مزهش سعی کنی مزه چطوره مزه. خب دیگه ویدیو رو بیننده باشین و خدا کنه لذت ببرین از ویدیو. جانم هستین. لیتس گو بیبی. خب دوستان عزیز ما یک درخواست کردم از صاحب ازی فارم که برای ما یک دانه آنار رو چک منه. Okay brother, let's test, let's see how's the quality of this pomegranate. Oh, looking good. خب دوستان رنگش خیلی قشنگ معلوم میشه. Wow. Thank you so much my brother. Let's try. خب بگیر تو می کامره رو بگیر که ما امیر مزهش کنم. خب دوستا آنار دیگه واقعا همونطور آنار کندهار
از آنار قندار که در بهار کو بهترتره. خیلی فرش. delicious. با خدا یار یک مزه دارم. هموت فرشه. مزه. یک مزه کنین. به. خیلی فرشه بچهش خیلی. واقعا دوستا انار بلش حرف نداره. خدایش ارزش داره. خب قیمت از این انار $4 ایچ گفته که حالا کم قیمت است ولی بازم ارزش داره خدایشی به خاطر که خیلی فرشه و خیلی خوب اناره ارزش داره. Not bad brother, very nice actually. Same as like last year. Very good. خب دوستا ویدیو رو بیننده باشین. باز ما از خود فارم برایش میگیرم ویدیو دیگه. خب انار قسم میگیرین دیگه عمود که نشان دادم انار خوب انار دیگه حالی مورب دیگه جمع مونیم دیگه. Let's go. خب از زای دل قسمی که میگیرین ماشاءالله دیگه انار خوب صحیح. خب دیگه با ما باشین و ویدیو رو بیننده باشین و لذت ببرین از این ویدیو. Let's go baby. به آیه میش بخید به یک ارچاق سه دانه چسبیده. اوکی سبد رو باید امروز پر کنم. سبد دیگه امو تا خدای سبد دیگه گیر ما چرخم باسه اگه پر کنم چرخم ببرم باید 2 نفری 3 نفری ببری. خب ما یک کمی چندم او گسایا در بالی تو دمال ریزه بیدی پودو دمال راز سایا در بالی تو دمال ریزه بیدی پودو دمال بالای روی رو جمال الله خدای سایه بایا الله خدای سایه ماشاءالله به شک یک از دوستای از ما جمع کرده که واقعا بسیار خیلی هم زیاد و انارای خیلی خوب جمع کرده. واقعا خوب بچه انجوای کنی از انار نوشک جانت بزن دیگه کیف کنی. یک جهان سپاس از این که تا حالا با ما هستین و خدا کنه از این ویدیو خوششون بیان. خب عزیزای دل قسمی که میگنین مو رافتی انارای خود جمع کردی تقریبا 40 دانه انار گرفتیم از اینجا خریدیم و پیش از اینکه ما سمت خانه دوباره پس برگردم قرارم اینجا یک انار را یک نوشجان کنم یک تست کنم از او بعد بخیر به سمت سیدنی. به هم مزهش سیل کنیم و هم کوالیتی از انار سیل کنیم. اگرش قبلا پیش از اینکه ما انار جمع کنی نشان دادم برایشون خیلی خوب بود ولی این دیگه مثل خوب صحیح وطنی والا چرقت دیگه خوب صحیح منج بیشم و خوب صحیح براحتی دیگه وطنی استایل داریم دیگه. خب دوستا جایتان خالی واقعا انار شد دیگه بهترین اناره دایش اصلا حرف نداره دیگه بهترین انار داره خدایش بفرمایید بهترین انار داره. چیز باش که یک قدیتی دیگر هم حلال کنیم. چی گفتین در این باره؟ نه دوستا وقت کمه باید بریم واقعا هر قدر که بخوریم از این سیر نمیشیم و بسیار واقعا دلیشیز اناره و اینجا باید حتما بریم. دوستا اگه میخواین QLH تراولر برایشون ویدیوی بیشتر جور کنه شما باید این ویدیو رو لایک کنین سابسکرایب کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره کامنت یادتون نره چی فکر میکنین در این باره آیا ارزش زیر داره که 2.5 ساعت از سیدنی تازه منه 2 ساعت هم دیم تراول کردیم تا اینجا دیم در زیاد فارم انار برسیم. به نظر از من بسیار ارزش زیاد داره
یعنی که خودشی مثال مایی همراه با فامیل دوست و رفیق مایی منجی با هم یک روز سنده را خوش میگذارن. یعنی میشم خیلی یک بسیار بارزشه از نظر ما و واقعا دیگه ایش هم که دبلش دیگه گفتش دیگه باز خوب خدا کنه لذت بردشن از این ویدیو و اگر میخواین ما برای شما ویدیو زیاد جور کنم و از جاهای مختلف سیدنی استرالیا چینل QLH ترافلر را باید زنگولش را فشار دهید و درینگش سر و صدایش بور کنین که تمام ویدیوهای بیشتر برایش جور کنم دیگه دوستان. Let's go دیگه جانم هستین.